حدس بزن. ببخشید چی؟ این که اون 63 نفری که میخواستن منو بکشن الان کجا؟ خونه‌شون؟ خونه‌تون؟ تو حیاتم؟ شکم تمساهای من. تمساهاتون؟ تمساه واقعی یعنی؟ حدس بزن. نمی‌دونم چیه؟ ببینه آیا من اصلا از بودجه شما یه سر سوزن منحرف شدم؟ نه. ما نباید قانون رو دور بزنیم. دولتی که قانونگراترین دولته. ما قانون تابع قانونی. ما کارمون همش قانونی انجام میشه. بیان بگن کدومش دولت نقض کرده؟ من قانون بودجه شما رو اجرا کردم دیگه. شما بیاید ببینید من تخلفی از بودجه کردم، تفریق بودجه میکنن دیگه. ببینه آیا من اصلا از بودجه شما یه سر سوزن منحرف شدم؟ نه. مجلس ایران مو را از ماست میکشد. 1400 مورد تخلف در بودجه سال 1386. گزارش تفریق بودجه گزارشی است درباره اینکه عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی با مصوبات مجلس مطابق بوده یا نه. دیوان محاسبات که مسئول تهیه گزارش تفریق است درباره بودجه سال 86 اعلام کرده که دستگاه‌های اجرایی در چندین مورد از بودجه مصوب مجلس تخلف داشتند. دولتی که قانونگراترین دولته. ببینه آیا من اصلا از بودجه شما یه سر سوزن منحرف شدم؟ نه. اما جناب سرگرد اون احتیاج داره به این. من نمیتونم خلاف ضوابط قانونی عمل کنم. سعی کنید اینو بفهمید خانم سعیده پارسا. قانون؟ کدوم قانون؟ چرخ شکسته این مملکت داره با روال بیقانونی میچرخه سرگرد. حتی همین حالا. به خاطر همینه که سالها توی نقطه ایستادیم و در جا میزنیم. در مملکت داری، سیاست، رفاقت، عشق، در وفاداری. Thank you.